أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینا هم آمدن در این یا حسینی ها در این مراسم جاهلیت دین خدا را عوض میکنن، خدا بشر رو به جای خدا میشونن و صفات خدایی رو به بشر میدن. بعد شما نگاه کنید که به نام شیخ، به نام ابدال، نمیدونم به نام نقبا، به نام اوتاد، به نام نجبا، به نام غوث، همه این که در برابر چیز میکنن، قربانی براشون میفرستن. همه این خوراکا حرامه. این دین دین توحیده. من برادرم در مجلس خبرگانی حرف زد، چرا شما مجذوب یک فرد شدید؟ پولپت خمینی بود، اونم در اوج قدرتشه، مردم دارن براش هندل میزنن، روح منی خمینی، من فلان منی خمینی. 70 نفر آخوند چرا مقلد یک نفرن؟ چرا عقلشون دست یک نفر؟ خودشون نمیتونن مستقل فکر کنن. اما غیر آخونده اینجوری نبودن. آی بزرگان اینجوری نبود، آی بنی صدر اینجوری نبود. اصلا ابتدا در مقابلشون وایستادن. آی بزرگان گفت که آقا خالی فلان یک سویچ کلید منه، ماشین منه، بیا بریم با هم بیرون. اگه راست میگی شما ملت با شما هستن. میدیدمش تنها، خدا رحمتش کنه، تنها اعلامیه مینوشت، میرفت تو بازار تقسیم میکرد. اینا رو قدرشون نباید دونست. قدر اونا رو باید دونست که رفتن مزدور سیاه شدن، وقت میکنن شب و روز، دون تکون میدن، امثال زیا و امثال غیر زیا که بیان بهایی رو نوکر اون بکنن. تا بهایی هم در میانشون آدمای شریف بسیار زیاده، هر کسی حاضر نیست که مزدور بشه. برای چی؟ برای چی؟ مزدوری که خود آخونده بهتر از شما بلدن. ولذا آبروی تلویزیون ها رو بردی شما، امثال شما ها. ولی چطور ممکنه چند سالی تلویزیون کار بکنن تاثیر نگذارن؟ بیاد همین برنامه ها رو با همت مردم روزی 2 ساعت بذارید، در ظرف 6 ماه ببینید چی میشه. رنگارنگ نفسش در اومد که بره این ستالات، اون ستالات، هی جلوش وای میستن، میگیرن، کارشگری میکنن. چرا؟ ولذا من از دوستان خودم میخوام که بیایید این فرصت غنیمت بشمریم. به نظر من در ظرف 500 سال چنین فرصتی برای دعوت به توحید پیش نیامده، برای که این خرافه گرایان، این دجالان زمان روشن شدند و جای این دجالان رو دجالان دیگری میخواد بگیرن. نوکران سیاه و مزدوران CIA و موساد طبق روال پیشین. اگر از جا تکون نخورید، ملت رو روشن نکنید، با فکر نکنید کار مشکله. کی تصور میکرد انسان در خونه خودش نشسته حرفشو به ملت برسونه با پول اندکی؟ بنده خودم تا حالا چند بار کمک کرده با کمال تواضع. اینو عرض میکنم بخاطر اینکه شما فکر نکنید من فقط از شما میگم کمک بکنید، ولی برای که قرآن میگه که این گناه انسان کسی رو به چیزی بخونه خودشون کارو نکرده باشه. ولذا به نظر من بیایید فرصت ها رو غنیمت بشمرید. این برنامه ها به نظر من روزی 2 ساعت این برنامه رو میبود. شما میدیدید در ظرف 6 ماه، در ظرف 1 سال، این که در این تلویزیون ها نتونستند کار بکنند، علتش همینه که دومشون جای دیگه وابسته، مردمشون اعتمادی نمیکنند، بیشترشون دومشون به خود و اتفاقی بسته. معمولا دوم کسی که ببخشید این کلمه رو به کار میبرن، این کلمات مال چیزه، مال اون فحاشوند عذر میخوام. معمولا انسان مهارش دست کسی دیگه باشه، خب این ازدواج هم میشه، دو طرفه هم میشه. ذره نابود میباید کرد که ذره پلید مؤمن 100 ساله را یک روز کافر میکنه. مؤمن 100 ساله را چطور مزدور 100 ساله را؟